ازدواج دوم خوشبو احمدی در فرانسه. خوشبو احمدی چرا از همسر اولش جدا شد؟ خوشبو احمدی چگونه به کشور فرانسه رفته است؟ دوری خوشبو احمدی از کارهای هنری‌اش و نشر تصاویر جنجالی خوشبو احمدی در صفحات مجازی که دور از فرهنگ افغانی می باشد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب بزنید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. خوشبو احمدی هنرمند خوش صدای افغان و کارهای هنریش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. هرچند خوشبو احمدی در افغانستان سالن آرایشی برای خانم‌ها داشت، کسب و کار خوبی هم داشت، ولی علاقه فراوانی که به هنر موسیقی داشت در برنامه ستاره افغان اشتراک کرد و توانست در این پروسه رقابتی مقام 8 را از آن خود کند. خوشبو احمدی بعد از ختم برنامه ستاره افغان آهنگ‌های فراوانی برای دوستداران و طرفداران صدایش سرود. خوشبو بعد از تحولات رژیمی در کشور با 3 فرزندش روانه کشور پاکستان شد. وی در کشور پاکستان هم برای مردم پاکستانی میخواند و میرقصید. مدت 6 ماهی می شود خوشبو احمدی به کشور فرانسه رفته است. وی بعد از رفتنش به فرانسه کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزیده است. وی در فرانسه تصاویر غیر قابل باورش را در صفحات مجازیش نشر کرده است که مورد انتقاد گسترده افغان‌ها قرار گرفته است. جدیداً دوستان خوشبو احمدی ابراز نظر کردند که خوشبو احمدی ازدواج دوم در کشور فرانسه با یک مرد پاکستانی کرده است، ولی حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی هر کس خودش میداند زندگی شخصیش. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بزنید. ویدیوهای ما را با دوستان و عزیزانتان به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درود دیگر امیتان را به الله منان سپرده. موفق و کامگار باشید.